ای دوست بیا که بزم نوروز خوش است، با ساز و سرود عالم افروز خوش است، با کلچه پرپری و با قند و عسل، در کشور تاجیکان خوشروز خوش است. سلام بینندگان گرامی، هواداران برنامه های تلویزیونی بهارستان. اینک شماره ایدانه برنامه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان منظور شما میگردانیم. واقعا هم نوروز فرخنده پای قدم خود را به کشور زیبای ما رنجه نموده است و باز هم به حسن وطن عزیزمان حسن دیگری را ضم می نماید. از این رو می سازد که برنامه امروزه امان را که به جشن نوروز بخشیده شده است با یک سرود زیبا در وصف وطن آغاز نماییم. دوستان عزیز، چنانه که با همه شما معلوم است
در برنامه ما نفران شرکت می‌ورزند که صاحب استعداد هستند و از دیگر همسالان خود فرق می‌کنند. در شماره‌های ادامه برنامه‌مان ما اشتراکچیانی را دعوت می‌نماییم که در طول سال بهترین شرکت می‌ورزیدند و یعنی معلومات ها، شعرها و سخنهای بهترین را از خود نمودند و میخواهیم این نوبت برنامه امروزه من را از اشتراکچی اولین برنامه یعنی ابراهیم رستم آغاز نماییم. با قرصک ها پیشواز میگیریم. خب مرحمت ابراهیم جان، به نزد ما آیید. ابراهیم جان، شما برای جشن نوروز عجم برای تماشابینان تلویزیونی بهارستان و همسالان خود چی آماده کرده اید؟ یعنی با چی دستاویز به برنامه آمده اید؟ یک چند شعر سخن از برنامه. خب تماشابینان عزیز متوجه باشید، زیرا ابراهیم رستم چون همیشگی میخواهد با شعرها و سخنهای دلنشینش طبع ما را بالیده گرداند. مرحمت. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم، نو قصه بپرداز به نوروز رسیدیم، در پرده گل باد نوا کرده پریشان، ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم، ای باغ گل افشان بغل باز مبارک، ما هم به دل باز به نوروز رسیدیم. خب تشکر ایجاد. شما گفتید که همزمان سخنیز دارید، همین طور نه؟ بله. تماشابینان عزیز بیاید میبینیم که سخن آماده نموده ابراهیم رستم درباره چی است. مرحمت. نوروز عیدی ملی تاجیکان است. نوروز در اولی سال نو 21 مارس جشن گرفته می شود. نوروز عیدی بهار، عیدی سال نو، عیدی بابای دهقان می باشد. نوروز را تاجیکان و دیگر خلقهای همسایه جشن میگیرند. پیدایش نوروز خیلی قدیم است. تاجیکان از سالهای قدیم تا حال در ایام نوروز لباسهای سفید میپوشند، به همدیگر سفیدی میپوشند. خوردن طعام سال نو را از شیر نو دوشیده سر میکنند. هر کس کوشش میکند که در این روز روی زیبا را بیند، خنده و بازی کند، سرود و ترانه خواند. دهقانان دعای خیر گفته به کشت و کار خود مدد می طلبیدند. رویدن میسه، گل کردن گیاهای بهاری از فرا رسیدن عید نوروز مژده می دهند. مردم در آن شب و روز مراسم گلگردانی می گذرانیدند، یعنی هنگامی به دست گرفتن گل اولین تو بر این زیبای بیغم شوم. به سال و ماههای بسیار رسم گفته آرزو میکنند. مردم به پیشواز عید نوروز خانه ها را رو بچین کرده ظرف ها را تازه نگاه میدارند. 25 روز پیش از نوروز برای تیار کردن سومنک گندم را شسته و تازه کرده بر روی دسترخوان یا ظرفه میگذارند. به استقبال این جشن نه تنها سومنک، باز هر گونه طعام، حلوای و شیرینی ها میپزند. دسترخوان نوروزی را با میوه و سمبوسه های علفین، شیر و روغن، فطیر و نان و کلچه آرام میدهند. از 7 نوع درخت میوه دهنده 7 شاخچه بریده روی دسترخوان میگذارند. آدمان به خانه خویش و تبار و دوستان رفته همدیگر را مبارکبادی میکنند. واقعا هم دوستان عزیز معلوماتی پیشکش نموده ابراهیم رستم بس مفید بود و اطمینانی کامل داریم که به شما نیز پسند آمد و این زمان میخوایم پرسیم که شما باز چی گفتن میخواهید؟ من میخواهم یک غزل از هلالی خوانم. خب در وصف نوروز یا اینکه بهار؟ در وصف نوروز. مرحمت. روز نوروز از سرو گل عذاری من کجاست، در چمن یاران همه جمعند یاری من کجاست. گشت مردم هر یک امروز صید چابکی صید افکنی مردم شکاری من کجاست. نیست یک ساعت قرار این جان نارام را، یاربان آرام جانی بیقراری من کجاست. سوخت از درد جدایی دل به امید وصال، مرهمی داغی دلی امیدواری من کجاست.
روزگاری شد که دور افتادم آخر بپرس کان سیه روز و پریشان روزگاری من کجاست بود و عمره بر سری کویت هلالی خاکی راه ساعت ای مه نگفتی خاکساری من کجاست. خب تشکر زیاد بچه ها. یک قرصک بلند برای ابراهیم جان. از چهره ابراهیم جان معلوم است که او میخواهد برای ما باز یک شعر یا اینکه غزل دیگر رو پیشنهاد نماید. مرحمت. زکوی یار می آید نسیمی بادی نوروزی از این باد ارمدت خواهی چراغی دل برافروزی سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی که بیش از 5 روزه نیست حکم میری نوروزی چو گلگر خود داری خدا را صرف اشرت کن که قارون را غلط ها داده سودای زراندوزی ز جام گل دگر بلبل چنان مستی می لعل است که زد بر چرخ فیروزه سفیری تخت فیروزی طریق کام بخشی چیست ترک کام خود گفتن کلاهی سروری آن است که از این تر بردوزی با عجب علم ندوان شد زی اسباب ترم محروم بیا ساقی که جاهل را زیاده می رسد روزی می دارم چو جان صافی صوفی می کند عیبش خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی ندانم نوحه قمری به طرف جوی باران چیست مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع که حکمی آسمانین است اگر سازی وگر سوزی با بوستان رو که از بلبل رموزی عشق گیری یاد با مجلس آی که از حافظ غزل گفتن بیاموزی. تشکر زیاد. یک قرصک برای ابراهیم جان میزنیم. عالم گلستان گشته است در عید نوروز فصل دل افروز در عید نوروز فصل دل افروز سرش و بوسد ناز کرد ایام نو آغاز کرد در عید نوروز فصل دل افروز غنچه چشمش باز کرد سرش و بوسد ناز کرد ایام نو آغاز کرد در عید نوروز فصل دل افروز در عید نوروز فصل دل افروز
شود حلال افسر می شود مانندی اختر می شود در عید نوروز فصل دل افروز هر غنچه دل بر می شود حلال افسر می شود مانندی اختر می شود در عید نوروز فصل دل افروز در عید نوروز فصل دل افروز در عید نوروز فصل دل افروز. از متاعهای نفیس و دلربا اطلس بود. چون بهارستان خرم جانفزا اطلس بود. بر تنی هر دختر و زن قایم و زیبنده است. حسن افزا، شوق بخشا، بی‌بها اطلس بود. تماشا بینانی عزیز، تحت این سخنها ما به صحنه دو گل دختر اطلس پوش را دعوت میکنیم. با فکر ملکه پای بردید که این گل دختران کی هستند؟ البته زحل با همراه خواهر خردیش شهادت. خب اینک دوستان عزیز، انا گل دختران زیبای اطلس پوشی ما انا اکنون بیایید از آنها پرسان میشیم که با چی دستاویز با برنامه ایدانه انگوبین آمدند. خب زحل جان، شما برای تماشابینان چی آماده کردید؟ درباره نوروز سخن و شعر آماده کردیم. آفرین. خوب مرحمت، بیایید سراول تماشابینان عزیز سخنهای زحل را میشنویم. مرحمت. نوروز یکی از قدیمترین عیدهای آریایی است. روایت است که این جشن را جمشید اساس گذاشته است. این جشن ماه اولی بهار که فروردین نام دارد برگزار می شود. در این روز آفتاب به خط استوار می آید و شب و روز برابر می شود. دسترخوان نوروزی غنی‌ترین دسترخوان عیدها بود. در آن گل، شیرینی، شربت، نان، میوه‌جات می‌گذارند. رقم 7 خیلی مقدس بود و به این خاطر دسترخوان 7 سین و 7 چین می‌آراستند. از قبیل سیب، سنجید، سیرکو، سیم، سبزی و سمنک. آفرین. خب انا اکنون میگفتید که دسترخوان دیگر با نام هفتچین از چی عبارت است؟ شیرینی، شم، شربت، شیربیرین، شکلات، شم. آفرین. یعنی این زمان زحل جان برای ما هم دسترخوان هفتچین و هم هفتچین را نام برنمود. خب اگر یگان معلومات دیگر یا اینکه یگان شعر و سخن دیگر داشته باشید مرحمت. ما را نبود نیازی نوروز و بهار لبخند نگار ما به ما نوروز است. واقعا هم شما درست قید کردید و محض لبخند شما طفلکان عزیز است که با نوروز و با کشور عزیز ما باز هم حسن دیگر رو زن می نماید. خب اگر باز یکان سخن دیگر داشته باشید مرحمت. طوری که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان تاکید کرده‌اند نوروز پدیده است که از جانب خود طبیعت برای اهل سیاره زمین تقدیم شده است. روزگارت شادی و بالندگی است. حکمت نوروز تو سازندگی است. با تو ای نوروز، ای عیدی بهار، باز زیباتر جهان و زندگی است. آفرین. تشکر زیاد. کنی قرصک های شما برای زحل. خب اکنون باید نوبت را با شهادت میدیم. شهادت، شما برای تماشابینان تلویزیون بهارستان چی آماده کردید؟ من هم سخن شعر آماده کردم. پس بیایید از سخن آغاز میکنیم. نوروز تاریخ بیش از 6000 ساله دارد. چون ابر به نوروز رخ لاله بشوست، برخیز و به جام باده کن از اون درست که این سبزه که امروز تماشاگاه توست، فردا هم از خاکی تو برخواهد رست. جشن نوروز 23 فوریه سال 2010 در 64مین مجمع سازمان ملل متحد همچون جشن بین المللی اعلام گردید. آفرین. تشکر زیاد.
همراهان گرامی، چطوری که شما از شماره های ایدانه برنامه ما آگاه هستید، ما در هر برنامه نورسان و خردسالان سوی 22 رو که هنر سرایندگی دارند با برنامه دعوت می نماییم و این زمان نیست برادر کلانی یکی از اشتراکچیان ما یعنی محمد جان شریف بک طلبچی شریف بک حضور دارند و این نوبت برای شما یک سرود دلنشین را آماده نموده است. پذیرا باشید. نوروزی عجم جشنی وطن می آید بزم و طربه در انجمن می آید نوروزی عجم جشنی وطن می آید بزم و طربه در انجمن می آید هر شاعری دل داده به یک اجازه هر شاعری دل داده به یک اجازه باشه و ای تازه در سخن می آید باشه و ای تازه در سخن می آید نوروزی عجم جشنی وطن می آید گلها چو عروسی تازه روزه بایند گلها چو عروسی تازه روزه بایند بلبل به تماشایی چمن می آید بلبل به تماشایی چمن می آید نوروزی عجم جشنی وطن می آید نوروزی عجم جشنی وطن می آید از نکهتی گل‌های بهاران آره از نکهتی گل‌های بهاران آره بوی خوشی مشکوی آسمان می آید بوی خوشی مشکوی آسمان می آید در برگ گلی لاله خیرامان امروز در برگ گلی لاله خیرامان امروزه زیبا صنمه به پیرهن می آید زیبا صنمه به پیرهن می آید نوروزی عجم جشنی وطن می آید بزم و طربه در انجمن می آید نوروزی عجم جشنی وطن می آید بزم و طربه در انجمن می آید نوروزی عجم جشنی وطن می آید نوروزی عجم جشنی وطن می آید نوروزی عجم جشنی وطن می آید یکی از اشتراکچیان فعالترین برنامه انگوبین رومیسا می باشد که از ناحیه فیض‌آباد به شهر دوشنبه برای اشتراک در برنامه ما آمده بود. این نوبت نیست برای تبریک هر یک شما می خواهد تا یک چند شعر و غزل و سخنهای خود را ابراز داشته باشد. مرحمت رومیسا. شما برای تماشابینان تلویزیون بهارستان به همه همسالانتان که در اینجا جمع آمدن چی آماده کرده اید؟ سخن و شعر. یعنی شعر و سخن آماده کرده اید؟ بله. نوروز اصلا از دو کلمه تاجیکی نو و روز عبارت است. معنای آن روز روزی نو است. مردم شوق
آن را آغازی سال نمیگویند. در نوروز شب و روز برابر می شود. در تاجیکستان عید نوروز با آغازی کشت و کار راست می آید. دهقانان به صحرا می برآیند. پیرانسالان کار دیده با زمین دانه امید می پوشند. نوروز سنت های بسیار دارد. آدمان لباس های ایدانه می پوشند. خانه ها را تازه می کنند. آفرین. کنی اکنون شعرتون رو گوید؟ باز از نو دوستان نوروز شد. عشق در دلها سینه پرسوز شد. عطر می بیزد هوای کوهسار بر سری دهقان وقتی کشت و کار. دوستان امروز نوروز آمده. جشن شادی و دل افروز آمده. ابر بارد جلو چون لیلی یمن بر کناری جنگل و دشت و دمه. باز شکوفد لاله های ارغوان در کناری تاجیکستانی جوان. تشکر زیاد. من میخوام یک شعر دیگر خوانم. خب مرحمت. نوروز خوش آمدی ماهی فرخنده. شد از نفست لاله و ریحان زنده. از سبزه و سیب برگ زمین اطلس پوش. از گیره ابری تو جهان پرخنده. تشکر زیاد. اگر اگه شعر و سخن دیگر نداشته باشید مرحمت به جای خود نشینید. من با زبان انگلیسی شعر میدونم برای سمنک. خب مرحمت. Happy Nowruz dear Maze, congratulations dear Faze. We sing us all together. We are cooking sumanak. We are cooking sumanak. شعر رومیسا درباره جشن نوروز بود که والدانش را با جشن نوروز تبریک میگوید و میگوید که آنها سومنک میپزند. همینطور نه؟ بله. تشکر زیاد. یک خرسک بلند برای رومیسا میزنیم. مرحمت رومیسا به جای خود شینید. عبدالبصیر نیز به برنامه ما از ناحیه فیض‌آباد آمده بود و این نوبت بیاید او را دعوت نموده میبینیم که بهر تماشابینان چی آماده کرده است. مرحمت عبدالبصیر. خب مرحمت عبدالبصیر، شما برای تماشابینان، برای همسالان خود چی آماده کردید؟ من به هموطنان خود و به همسالان خود سخن و شعر آماده کردم. آفرین. خب از سخن آغاز میکنیم. اجازه دهید که از صمیم قلب شما را با عید نوروز مبارک گفته و تمنا دارم که آرزوهایی در دل بوده‌تان جامعه عمل پوشد. بگذار همیشه صحت و سلامت، طبع بالیده و همه برکت موجوده نصیبتان گردد. نوروز مبارک هموطنان عزیز. من میخواهم که یک شعر بگویم. خب مرحمت یک شعر بگید. در روی خوان نوروز باید که باز باشد، هم شاخه گلی تر هم نیش سبز گندم. باشد که بخت آدم باشد چو گل شکوفان، باشد که سیر باشند از نان تمام مردم. تشکر زیاد. خب مرحمت اگر اگه شعر دیگر داشته باشید خوانید. پگاهی صالحان برخیز از خواب، کشا آینه را بر روی نوروز. معطر کن هوای خانه ات را، صفا ده سینه را از بوی نوروز. به صحن باغ بنگر کهنه و نو، درختان برگ‌های تازه دارند. نهالان مثل دخترهای قدر است، به سرگو مانده عطر و غازه دارند. کشا بالی نگه را تا بگردون، رموزی صبح شم از مهر و مه گیر. شب تاریک را پایان سفید است، دل تاریک را از روزی سیاه گیر. اگر سنگی تو از کوهی بلند است، بنا کن خانه از کوهی بلنده. از آنجا بین زمین را و زمان را، زهر یک پند و فندش گیر پنده. از آنجا بین هنوز آثار دیده، زمینی نوروز ها بسیار دیده. ولی تا روزن نوروز دلها، زمین بس غوصه و آزار دیده. زمین هم مثل مادرها بنیت، هزاران بار گل زد در بناگوش. برای جمله فرزند انسان، چکول مادران بکشاد آغوش.
زمین هم مادر بوده است غمخوار، که ما را می نماید مهربانی. رساند در بری دامانی پاکش، سپارد در پناهی زندگانی. بیایید ای همه نوروز گیران، برای مادران نوروز گیریم. ز چشم دخترهای نو رسیده، درون دل نهانی سوز گیریم. غباری دل بیفشانیم از خاک، شویم آسوده روح از بوی نوروز. پگاهی صالحان برخیز از خواب، کشا آینه را بر روی نوروز. نوروز مبارک هموطنان عزیز. تشکر زیاد. خب مرحمت به جای خود گذارید. تماشابینان عزیز، باوری داریم که شعر و سخنهای اشتراکچیان ما براتون پسند آمدند، ولی ما میخواهیم با سخنهای محمد جان نوروز طبع شما را بریده تر گردانیم. مرحمت محمد جان. خب محمد جان، از شما پرسیدن هم شرط نیست، زیرا ما علاقه میدونیم که شما شعر سخن آماده کرده میتونید؟ بله. مرحمت، از سخن آغاز می نماییم. بهارا مرحبا بر تاجیکستان، بر این ملکی نکوکاری و احسان. همه کنج و کناری کشورم را گلستان کن، گلستان کن، گلستان. بهار یکی از فصلهای زیباترین سال به شمار می رود و ماه‌های مارس، اپریل و می را در بر میگیرد. طبیعت از نو زنده می شود. در فصل بهار درختان گل می کنند، گلها می شکوفند و عموما طبیعت از نو بیدار می شود. بهارا در برت نوروز باشد، که این جشنی جهان افروز باشد. همه خواهم که در آغوش نوروز، همه با یکدیگر دلسوز باشند. ما در فصل بهار عید نوروز را جشن میگیریم. بیا نوروز پزمانی تو مایم، هوا داری گلستانی تو مایم. با ما آراستی خانی سخاوت، چه خوش روزه عزیزانی تو مایم. بیا نوروز خوش بودن غنیمت، دم با هم بیاسودن غنیمت. کناری باغ‌های زنده گشته، به شادی راه پیمودن غنیمت. عید نوروز به همه هموطنان مبارک باشد. تشکر زیاد. من میخوام یک شعر درباره سومنک تلاوت کنم. خب مرحمت. من که خوب سبز زده ماند سومنک، من که خوب شیرده ماند سومنک. من که در روی تفی لخچه الاف سوختن چیست بداند سومنک. سرخ گردیده چو رخسار عروس، از دهان آب رواند سومنک. هر کسی کاسه ندارد بیرود، در طبق زود بیماند سومنک. مزه ای کشتی بهاری هر سال، پیش از وقت چشاند سومنک. حاصل امسال شود با برکت، به همه مژده رساند سومنک. می شود صدقتی خیراندیش، هر کسی پخته تواند سومنک. هر کسی پخته تواند سومنک. تشکر زیاد. آفرین.
نوروز به این صحنه چمن آمده است، با بوی گل و مشک و سومن آمده است. ای دختر تاجیک چکن پوشی بکن، وقتی چکن و ساز چکن آمده است. تحت این سخنها گل دختر زیبای چکن پوش یعنی اصل خردکک را به صحنه دعوت میکنیم و میبینیم که او برای شما تماشابینان عزیز چی آماده نموده است. مرحمت اصل. اصل جان، شما برای تماشابینان چی آماده کردید؟ من برای تماشابینم یک شعر آماده کردم. یک شعر آماده کردید؟ سرود. خیلی خوب، بیاید سر اول شعر شما را گوش میکنیم و بعد سرودتان را میخونید. مرحمت. نوروزی نو بهارم، وقتی گل است و لاله، بلبل و جوشی مستی، قمری به آه و ناله. و تماشابینان عزیز، این نوبت بیاید سرود زیبای اصل را گوش میکنیم. خب مرحمت، رقصیدن را نیز فراموش نسازید.
برای که این زمان با ما پیوستن خاطررسان میشویم که شما شماره ایدانه برنامه انگوبین رو طریق تلویزیون بهارستان تماشا کرده ایستادید و نوبت به اشتراکچی دیگر رسید تا سخن و شعرهایش را شنویم. مرحمت مهرانه به نزد ما آید. مهرانه جان اگر یگان سخن داشته باشید مرحمت آغاز کنید. نوروز یکی از محبوب ترین جشن‌های تاریخی و فرهنگی ملت تاجیک بوده، همچون رمز آفرینش حیات، آغاز تازه زندگی از دوره‌های دور تا امروز رسیده است. آره، نوروز علیه حسن سال بوده، محبت انسان را با آفریده های طبیعت بیدار می کند. نوروزی عجم جشن وطن می آید، بزم و طرب در انجمن می آید. هر شاعر دل داده به یک اعجازه، با شیوه تازه در سخن می آید. گلها چو عروس تازه رو زیبایند، بلبل به تماشای چمن می آید. از نکهت گلهای بهاران آره، بوی خوش و مشک و یاسمن می آید. در برگ گلی لاله خرامان امروز، زیبا صنمی به پیرهن می آید. انهاری فلک به کرته گلدوزی، بر سوخت و بدخشان و ختن می آید. تشکر زیاد. شما تنها سخن و شعر آماده کرده اید همین طور؟ نه، باش چی؟ رقصم تیار کردم. رقص میکنید؟ آفرین. تماشا بینان عزیز بیاید به مهرانه فرصت میدیم تا تغییر لباس کند و رقص زیبای او رو تماشا میکنیم. تا آماده گشتن مهرانه ما مصطفی را به نزد خود دعوت مینماییم. مهرانه مرحمت برای تغییر لباس روید. مصطفی جان شما به نزد ما آیید. کنی یک قرصک بلند میزنیم. مصطفی شما چی آماده کردید؟ شعر سخنها. تماشا بینان عزیز مصطفی نیز در قطار دیگر اشتراکچیان برنامه شعر و سخنهای زیاد دارد. بیاید فرصت رو از دست نداده گوش میکنیم. مرحمت. آمده بهاری خورم با رنگ و بوی تیب، با 100,000 نسخت و آرایشی عجیب. نوروز تاریخی بیشتر از 6,000 ساله دارد. پیدایش نوروز را به شاه جمشید نسبت می‌دهند. جمشید سری جهان می‌کرد. چون او به آذربایجان رسید فرمان داد، تخت تیار نمودند و آن را در جای بلندترین گذاشتند. شاه در سر تاجی شاهی بر تختی شاهی نشست. تابش آفتاب به گوهرهای تاج روشنی آفتاب را 2 مراتب زیادتر کرد. مردم شاد شدند و این روز را روزی نو اعلان نمودند. حالا در زمان ما مردمان خانه و در خود را تازه نموده یکدیگر را به روزی نو تبریک می نمایند. دسترخوان ایدانا را آن را با 7 سین و 7 چین آرام دهند که از اینها عبارت است: سیب، سبزی، سنجید، سومنک، سیر، سیرکا، سیپند. 7 چین باشد شهد، شیر، شراب، شکر، شمشاد و سایر. مردم باشد به سیر و گشت برآمده، ورزشکاران به گشتینگیری، اسب دوانی و کمانوری مشغول می شوند. با تلاش و زحمت‌های جناب عالی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، نوروز جهانی شده در سراسر جهان آن را با طور خاص جشن می‌گیرند. من به کلی حاضرین و تمامی مردم تاجیک این روز را تبریک نموده گفتنیم: نوروزی عالم افروز، بر دوست ها مبارک. عیدی بهار و فیروز، بر دوست ها مبارک.
از این بهاری خورم شادن خلق عالم نوروزی مهر افروز بر همگان مبارک از این بهاری خورم شادن خلق عالم نوروزی مهر افروز بر همگان مبارک از آمدی بهاران صحرا بگشته رقصان این سبزه های زیبا بر گل رخان مبارک تاقی بپوش یارم در روز عید نوروز این تاقی های زردوز بر گل رخان مبارک در گلزار شکفته گلهای رنگ رنگه بر گلهای گلزار آبی روان مبارک شعر نویس شاعر در روز عید نوروز بر شاعر غزل خان این داستان مبارک در روز عید نوروز گشته همه دل افروز این روزی خوش و فیروز بر تاجیکان مبارک. باز یک شعر برای نوروز مرحمت. چکچکی باران ببین فیضی بهاران ببین لاله و ریحان ببین در عید نوروز نان نمکدان ببین همت دیگان ببین جشن نیاگان ببین در عید نوروز موسمی باران خوش است صوتی هزاران خوش است چکری و تاران خوش است در عید نوروز دشت و دمن گل کند باغ و چمن گل کند باغی وطن گل کند در عید نوروز. تشکر زیاد، آفرین. فرصتی آن رسیده است که مهرانه را به صحنه دعوت نماییم. مرحمت مهرانه. Bumbaka bumbak, baka baka bumbak, bumbaka bumbak, baka baka bumbak. Doira medihat sada, bumbaka bumbak, aşıkane dada, bumbaka bumbak. Doira medihat sada, bumbaka bumbak, aşıkane dada, bumbaka bumbak.
من میخواستم تا کامران نوروز رو به صحنه دعوت کنم. خب کامران، شما با چی دستاویز اومدید؟ یک چند شعر و سخن تیار کردم. چون هر وقت شعر و سخن آماده کردید، مرحمت از سخن آغاز نمایید. مرحمت. بهارا باش با بابای دهقان، کی گردد ریزقی آدم ها فراوان. رگی هر میسه را بر جنبش آورد، ببخشا جانی نو بر کیشزاران. بله، بهار زیباترین فصل سال می باشد و دهقانان با کشت و کار زمین آغاز می کنند. در این فصل دشت و صحراها کلاه سبز را به بر می کنند و طبیعت نظر به دیگر فصلها عجایب زیبا می گردد. بهارا جمله برگردش بیاری، بجانی مردم آسایش بیاری، زدیلها کینه ها را دور سازی، جهان را تو بر سازش بیاری. اون این چونین زیبی بهار این عید جهانی نوروز می باشد. در این عید ما خرسندی و شادی میکنیم. بیا نوروز ای سرچشمه نور، تمامی عالم از حسنی تو مخمور. قدومت فیض بخش و شادی افزاست، ز دلها کینه ها را می کنی دور. بیا نوروز غمسوزی دلی ما، ز تو لبریز شادی منزلی ما. بیا از فیض نیکو مقدمی تو، شود وا بندهای مشکلی ما. بهارا بس که لطفی تو فراوان، بیکن دنیای ما را وحدتیستان. ز دلها کینه ها را دور بنمای، همه باشند تا خوش عهد و پیمان. عید زیباترین فصل سال مبارک همسالانی عزیز. تشکر زیاد، احسن. خب مرحمت به جای خود گذارید. تماشابینان عزیز، شما برآمد کامران را تماشا کردید و اکنون ما میخوایم شما را با یکی از اشتراکچیانمان شناس نماییم که چند پیش در برنامه شرکت ورزیده بود. انیقتر از گردآفرید را به صحنه دعوت می نمایم. مرحمت گردآفرید. گردآفرید، شما برای ما چی میگویید؟ شعر میگویید، سخن؟ من شعر از خود نمودم. خب مرحمت، شعرتان را گویید. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیمی فورم و بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا به بر کرد، کلاهی سبسفید آلو به سر کرد. پس از بریدنی باران نیسان، چیزی بایم دشت و کوهساران. بهار آمد چمن گل پوش آمد، دلی ما بچگان در جوش آمد. دویدیم و به سوی باغ رفتیم، همه مانند گل بالیده گفتیم. درختی نو به باغی نو شنانیم، درختی سیب و زردآلو رسانیم. به باغ ما درختی نو روید، اناری لاله رنگ و تاک روید. همان سالی که آنها بار آرند، به ما خرسندی بسیار آرند. تشکر زیاد، احسن به شما. خب اگر یگان سخن دیگر شعر از برای بهار میدونم. خب مرحمت. بهار آمد بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد. به دهقان وقتی کار آمد، بهاری لاله‌زار آمد. بهار آمد به نکروزی، بچین گل‌های نوروزی. بی پشتاقی زدادوزی، بهاری لاله‌زار آمد. آفرین. کنی بچه ها اکنون یک قرصک بلند برای گردآفرید میزنیم.
خب گردا فرید مرحمت به جای خود گذارید. تشکر زیاد. یکی از اشتراکچیان دیگری برنامه ما که خیلی زیرک و کنجکاو است محمد جان شریف بگ می باشد و این زمان ما می خواهیم او را به صحنه دعوت نماییم. مرحمت محمد جان. آفرین محمد جان، امروز خیلی زیبا شده است. خب اگر یگان شعر دانید مرحمت. روزی نوروز است، سروی گل عذاری من کجاست؟ در چمن یاران همه جمعند، یاری من کجاست؟ گشت مردم هر یک امروز صیدی چابکی صید افکنی مردم شکاری من کجاست؟ نیست یک ساعت قرار این جانب آرام را، یا ربان آرام جانی به قراری من کجاست؟ بود عمر بر سری کویت هلالی خاک را، ساعتی ای مه نگفتی خاکساری من کجاست؟ آفرین. یک قرصک برای محمد جان میزنیم. محمد جان شما باز برای ما چی آماده کردید؟ سخن سرود. آفرین. کنی سخنتان را گوید. بهار یک از فصل‌های زیباترین سال می باشد. در بهار گل‌ها می شکوفند، طبیعت زیبا می شود، بلبلکان نغمه سرایی می کنند و جشن در بهار جشن نوروز جشن گرفته می شود و همه رقص و بازی کرده سرودخوانی میکنند و من هم برای شما یک سرود بهترینم را تحفه میکنم. آفرین. تماشابینان عزیز خودی رسان میشویم که محمد جان تا حال به مکتب نرفته است و باید قید نمود که او تربیت گیرنده باغچه 110 شهری دوشنبه می باشد. بیاید عین زمان سرود او را گوش میکنیم و البته با هم میرقصیم. نشانی سبزم دوید.
میبینیم که فروخ فیروز به طاقت شده ایستاده است و میخواهد هر چیز زودتر برای شما تمنیات، سخن و شعرهای خود را ابراز نماید. مرحمت. من برای همسالانم یک چند شعر سخن تیار کردم. مرحمت. بهارا به خزان خواهم بیمانی، به عالم گلفشان خواهم بیمانی، چو رمزی مهر و سرسبزی و شادی، تو با ما جاویدان خواهم بیمانی. بله، بهار این عروسی سال می باشد. او چون گل دختران لباسی نو سفید ایدانه به بر می کنند. بهارا شور و شر بخشی برایم، حیاتی پرثمر بخشی برایم، بسانی چشمه ای معجزه باشی، به هر عزم ظفر بخشی برایم. در فصل بهار دل هر یک شخص از نو زنده می گردد. در فصل بهار ما در همه جا صدای بلبلان خوش صدا را می شنویم. بیا نوروز نیرو بخش انسان، عدالت را سعادت را نگه دار، از آن نازم که اندر دیده تو مقامی شاه و درویش است یکسان. بیا نوروز فال نیک روزی، زی فوجی لاله ها مشعل فروزی، زمانی گل نثاری یار کردند، دور افکندند ز دلها کینه توزی. تشکر زیاد. من اصلا میخواهم یک شعر دیگر قرائت کنم. چون همیشگی فروخ میخواهد. مرحمت. بیا دهقان شنو از من، بهاری نازنین آمد، صفاکار و سخا پیشه چو خزی نیک بین آمد، شکوفان هر کجا بادم پیامی ابتدا دارد، زی غفلت خیز ای دهقان، بهارت انتها دارد، زی فیضی نو بهاری نو دمیده سبزه ها دلکش، نمانده سردی سرما گریزان شده سرکش. بزن اسپار ای دهقان، خدا گردد مددگارت، کشد سردامنه‌ات از خاک چو فیض آرد به انبارت. تشکر زیاد. احسن به شما. خوب، مرحمت به جای خود گذارید. دوستان عزیز، این لحظه بیایید یک جایه برآمده مجتبی رو تماشا میکنیم. مرحمت مجتبی. خب مرحمت مجتبی. سلام. خب سلام. مرحمت. زیکوی یار می آید نسیمی باد نوروزی، از این باد مدد خواهی چراغ دل برافروزی. چو گولگر خورده داری خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلط ها داد سودایی زراندوزی. ز جام گل دیگر بلبل چنان مستی می لعل است، که زد بر چرخ فیروزه سفیر بخت فیروزی. سخن در پرده می گویم که گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزه نیست حکمی مید نوروزی. ندانم نوحه قمری با طرف جوی باران چیست، مگر اونی همچو من غمی دارد شبان روزی. می دارم چو جان صافی و صوفی میکند عیبش خدا یا هیچ عاقل را مبادا بختی بدروزی. نه حافظ میکند تنها تو آوی خواجه توران شاه،
سمتی آصفی خواهد جهان ایدی و نوروزی. خب تشکر زیاد. اگر یگان سخن داشته باشد مرحمت. بهار آمد صدایی بلبل آمد، نسیمی فارم و بویی گل آمد. چون بهار یکی از ایدای مردمی آریای نژاد و فارسی زبان می باشد. میخواهم با آنها خاصتا با مردمی تاجیک تبریک نمایم. باید قید نمایم که با کوشش و غیرت بی‌واسطه‌ای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان این عید را در یونسکو همچون یکی از ایدای قدیمه به قید گرفتند. این باز یک بار دیگر از ملتی قدیمه بودن ما در حق می‌دهد. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. تشکر زیاد. احسن به شما. میخواهم یک شعر دیگر قرائت کنم. مرحمت. دیروز بعدی باران تیر و کمان برآمد، بیراق نوبهاران پرتو فشان برآمد. با رنگ‌های دلکش با چهره‌ای منقش حزن زمین دمیده فوارسان برآمد. از کوه تا به کوه، از دشت تا به دشت، طاووس خوشکرامی هندوستان برآمد. مرغ قفس شکسته از بند ظلم رسته، چون رمزی دوستی خلق جهان برآمد. کردم گمان که از دل صوتی هزار منزل، چون رمزهای ساقی در یک زمان برآمد. تشکر زیاد. احسن به شما. خب مرحمت، به جای خود گذارید. روزی نو آمد به ملک یاری یار، ایدی پرفیضی دیاری.
نفرانی که این زمان با ما پیوستند خاطررسان میشویم که شما شماره ایدانه برنامه انگوبین را طریق تلویزیون بهارستان تماشا کرده ایستادید و خاطررسان میشویم که برنامه امروزه ما به جشن نوروز بین المللی بخشیده شده است و فرصتی آن رسیده است که یکی از اشتراکچیان فعال دیگری برنامه همان را دعوت نماییم. مولوی محمد یکی از بهترین اشتراکچیان است که با شوخی و با نغمه ها و البته که با لفظ شیرین خود همگان را در حیرت گذاشته بود. خب اکنون بیایید میبینیم که با چه دستاویز طبع شما را بریده میگرداند. خب سلام مولوی محمد. سلام. خب شما برای تماشابینان چی آماده کرده؟ من سخن و شعرها ایجاد کردم. آفرین. مرحمت مولوی محمد. نوروز یکی از قدیمترین عیدهای تاجیکان به شمار می‌رود. طوری که در کتاب‌های تاریخ آمده است، اولین کسی که این عید را جشن گرفت پادشاه فارس با نام جمشید بود. تاجیکستان شاید تمام حق را دارد که سال نو خود را از نوروز تر کند. آفرین. خب اگر شعر داشته باشید مرحمت خوانید. بزم گل در چمنی نوروز است، دوره غلغل شکنی نوروز است، تا به گردون سخنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. بوی نوروز رسد از همه در، روی نوروز رسد از همه در، همه در پیراهنی نوروز است، تاجیکستان وطنی نوروز است. تشکر زیاد. احسن به شما. خب مرحمت به جای خود گذارید. من باز میدونم. باز میدونید. البته تماشابینان عزیز حیرت آور نیست، زیرا همه اشتراکچیان ما به زودی از صحنه برآمدن نمیخواهند و میخواهند هرچی بیشتر شعر و سخنهای خود را پیشکش شما گردانند و این محض به خاطر بالیده روحی شماست دوستان عزیز. خب مرحمت. بهار آمد چو گل خندیده باشی، گل و گلخ به هم پیچیده باشی، چو بلبل در قفس نالیده باشی، به ذوقی همدیگر بالیده باشی. آفرین. تشکر زیاد. باز میدونم. باز میدونند. مرحمت. بیا نوروز حسن زندگانی، نشاط آورترین جشن جهانی، اهورایی بس که خلقتی توست، جهان تا هست جاویدان بمانی. بیا نوروز جان بخشا جهان را، معطر کن زمین و آسمان را، جهالت را حماقت را زبون ساز، سعادتمند بنما آدمان را. آفرین. خب احسن به شما. واقعا هم تماشابینان عزیز من انتظار آن بودم که باز محمد مولوی میگوید که من باز میدونم، ولی بیاید به همین خاموشی مولوی محمد را به جای خود گسیل میکنیم. آفرین مولوی محمد. برای همه اون نفرانی که عین زمان با ما پیوستند خاطررسان میشویم که شما عین زمان برنامه ایدانه انگوبین را طریق تلویزیونی بهارستان تماشا کرده ایستادید و باید قید نمود که برنامه امروزه ما به جشن نوروز عالم افروز بخشیده شده است و بیاید اشتراکچیان دیگر را دعوت میکنیم. خب مرحمت. صبرینه به نزد ما آید. خب صبرینه شما برای ما چی آماده کردید؟ من میخوام یک شعر بگویم. مرحمت. گلی من عید نوروزم مبارک، چون این جشنی دل افروزم مبارک. مرا نوروز به تو کهنه روز است، چون من یاری بدآموزم مبارک. آفرین. مرحمت به جای خود گذارید. احسن به شما. تماشابینان عزیز از آغاز برنامه تا این دم رفاعت انتظاری میکشد که کی نوبت به او میرسد. بیایید فرصت را از دست نداده رفاعت را نیز به نزد خود دعوت میکنیم. مرحمت. خب رفاعت شما چی گفتن میخواهید؟ من شعر و سخن آماده کردم. مرحمت. از سخن آغاز نمایید. نوروز یکی از عیدهای خلق تاجیک می باشد. این عید را گذشتگان ما هر سال جشن میگه. اولین نشانه های بهار عیان می شود. آهسته آهسته هوا گرم شدن میگیرد. مردم لباس های عیدانه پوشیده سرود و ترانه ها میخوانند و رقص و بازی میکنند.
آفرین. اما اکنون شعرتان را گوید. روزی ایدی مادران چرا باریدی باران، ایامی ایدی نوروز باریدی 3 شب و روز، بس اکنون دیگر نبار بارانگری شد بسیار، نه بیمان کی بارم من کاری به حد دارم، میبارم تا جو رسد زود وقتی در رو رسد، فراوان شود گندم در راحت باشد مردم، بارم تا در کوهساران روید رواج و تاران، زنبروخ شود قطار در کناری بیش هزار، لالکی روید ببام کاری من شود تمام. من میخواهم که با 3 زبان نوروز مبارک را بگویم. مرحمت. با زبان روسی، انگلیسی، ازبکی. خیلی خوب. با مرحمت. زبان روسی سپرایزنیکوم نوروز، با زبان انگلیسی هپی نوروز، با زبان ازبکی نوروزینگیز قلدو بولنسین. باز من میخواهم که برای سومنک یک شعر دیگر گویم. مرحمت. سبزه گل سومنک، شادی مردم سومنک، خیزای مردم معلوم سومنک، ریزای مردم سومنک، سومنک بوی بهار است، سومنک روی بهار است، سومنک توی بهار است، حسن دلجوی بهار است. تشکری زیاد. چه بخت نیکو آوان دل افروز، با امر حق برابر شد شب و روز، فرح بخشد به دلها عید نوروز، مبارک بر شما این عید فیروز. تماشابینان عزیز، در همین جا می رسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین که به جشن نوروز عالم افروز بخشیده شده بود. امیدواریم که برآمد اشتراکچیان ما بهرتان پسند آمد و تا برنامه های نوبتی با شما خیر و خوش میکنیم. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. خیر.